وقتی که یک آدم سخن حق میگوید و شما قبول کرده نمیتونید، اصلا از نام شریعت کسی حق ندارد غیر سخن الله و رسول، غیر شریعت الله دیگر سخن را رساند. و معنایی یعنی سخنی که ضد شریعت باشد نرساند از نام الله تعالی و رسولش. باید حق رسانیده شود و این بسیار گناه عظیم است. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه از نام الله تعالی سخن کنید آن چیزی که نمیدانید. کسی که میداند باید طبق دستور الله تعالی سخن کند، نه طبق آنهایی که برای او فرمان میدهند. چون که بعضی برآمدها برآمدهای فرمایشی هست. اصلا اهل علم باید مستقل باشند، از یگانجا فرمان نگیرند. هر چیزی که الله تعالی و رسولش گفته است، هر چیزی که در شریعت است، خالص صاف همون رساندن به مردم. این مسئولیت بینیاد وزنین است. نرسانیدنش هم مسئولیتی وزنین، عذابش عظیم هست. خطا رسانیدنش هم وزنین است. بنابراین برای اهل علم بسیار دشوار است. اگر نرسانند روز قیامت لجام آتشین آنها را انتظار است. لعنت الله و رسول و فرشته های تمام مردم آنها را انتظار است، برای آنکه حق را نرسانیدند. اگر نادرست رسانند هم عذاب علیم آنها را منتظر است که از نام الله تعالی چیزی که الله تعالی نگفته است اون رسانده. بنابراین الله تعالی اهل علم را ثابت قدم و استوار گرداند و آنها را نصرت دهد.